بریم با همدیگه یک عیب‌یابی حرفه‌ای توسط گراف روی سیستم سوخت‌رسانی انجکتور داشته باشیم. این بار میخوام مجموعه دریچه گاز برقی توسط گراف روش تستش رو بهتون آموزش بدم. اول توسط دستگاه وارد قسمت پارامترها میشیم. پتانسیومتر 1 و 2 زاویه مجموعه دریچه گاز رو شما انتخاب میکنید. زمانی که انتخاب کردید ما میخوایم بیایم وارد قسمت گراف بشیم. روش تست مجموعه پتانسیومتر دریچه گاز برقی این هستش که بلافاصله که شما به خودرو گاز میدید دو تا پیک معکوس میبینید، یعنی یکی به سمت بالا و یکی به سمت پایین. هر موقع این پیکا شما دیدید این نشون دهنده سلامت 100% پتانسیومترهای داخلی مجموعه دریچه گاز شما هست و هیچ گونه مشکلی پتانسیومترهای دریچه گاز شما ندارن و شما نمیایید وقت بذارید روش بابت بحث تعویض و یا عیب‌یابیش. شاید توسط دستگاه دیگه شما این پیکا به این دقت نبینید و کیفیت سخت افزار و نرم افزار دستگاه خیلی مهمه که شما بتونید یه عیب‌یابی حرفه‌ای داشته باشید و شما توسط این دوتا پیکی که موقع گاز دادن انجام میدید 100% مطمئن میشید که مجموعه دریچه گاز شما وضعیت سالم هست. بعضی مواقع لازم هستش ما 6 تا یا 7 تا گراف و کنار همدیگه بیاریم تا بتونیم یک عیب داخل خودرو مشخص بکنیم که توی آموزش‌های بعدی بهتون میگم توسط دستگاه کارمن i700 چطوری شما بیایید چه عیبی داخل خودرو وجود داره که بتونید 7 تا گراف و کنار همدیگه بیارید که بتونید یک عیب‌یابی حرفه‌ای دیگه ای را داشته باشید.